حضرت عزرائیل ملائکه مقرب به قبض روح می آید نزد سری محتضر می شیند. او ملائکه های دیگر دورتر، این کس می بیان نزد سرش می شیند. آهسته با زبان نرم و ملایم به این بندی مومن خطاب میکند: اخرجی ایتها النفس الطیبه، ای روح پاک، ای روح خوشبوی که در این جسد پاک، در این جسد بنده خدا بودی، آهسته آهسته برا. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملائکه که موکل به قبض روح است حضرت عزرائیل است، ملک الموت است، اوست که روح قبض میکنه. روح آهسته آهسته از بدن، از پا سر می شود، از انگشتای پا برآمدن می گیرد تا حلقوم. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیه منکم ولكن لا تبصرون. خدا میگه وقتی که روح آهسته آهسته از بدن برآمدن میگیرد، بدن از کار موندن میگیرد، این جسدی گرم ما خنک شدن میگیرد، آخر به خنجری گلو میبیاد. الله شود روزی که در بالین حسرت آفغان داری، شود روزی که در بالین حسرت آفغان داری، نفس در غرغره چون مرغ جان و دل تپنداری. بعضا خرست است، بعضا خرست است، یا بعضا نفس کشی ملایمی آرام است اگر خدا آسان کنه. میخواهی چیزی گویی، میخواهی بالا فرزندکایی که بالا ده فریاد کشیدی استادیم به اونها وصیت کنی، اما نه، دیگر نیست. این زبان از اختیار رفت، این زبان دیگر گپ نمیگیرد. برای راز دلگویی کجا تغی زبان داری، بود قابض پی جان و عزازل در پیمان، بود قابض پی جان و عزازل در پیمان، چه مشکل های پر آشوب ها در میان داری. چه روز سخت ایساری. صلی الله علیه و سلم با وجود محبوب خدا بودن، در حالت سکرات حرارت بدنشان بلند شد، چگونه در حدیث های صحیح آمده است. حضرت یک کاسه آب در پیششان بود، تغاری آب، یک دستورمال داشتن، در تغاره تر میکردن آب خنک، در روشان میموندن، دعا میکردن اللهم حول علی سکرات الموت، اللهم اعنی علی سکرات الموت. خدایا بر من جان دادن را آسان گردان، خدایا برای من سپاریدن این امادت را از بدن آسان گردان. روح از بدن میبرد، روح از بدن میبرد. ملائکه های موکل به قبض روح او را میگیرند، او را به عالم بالا میبرند. جسد ما از او روحی که آباد کنندی جسد بود، از آن روحی که جسد ما به واسطه وی کار میکرد، اعضاهای ما حرکت میکرد، خالی میشود. بدن ما، جسم ما مانند یک سنگ بیجان بالای بستر خواب میکند. آره این ساعت ساعت دهشتناک است. این ساعت ساعت مرگ، ساعت است که حالت انسان را دیگرگون میسازد، چهره های انسان را زرد میسازد، بدن انسان را به لرزه میآورد. اگر کسی از مرگ خلاص میشد، پیغمبرا میشد. ما در تاریخ میخوانیم از حضرت نوح، از آدم
تا آخرین پیغمبران الهی حبیب خدا محمد صلوات ربی و سلامه علیه شربت مرگ را چشیدند. عزیز میگوید لو نجا احد من الموت لنجا منه محمد بن عبدالله. اگر کسی از مرگ خلاص میشد محمد خلاص میشد، زیرا که حبیب خدا بود، زیرا که از محمد به خدا نزدیکتر کسی نبود، از محمد به خدا عزیزتر کسی نیست، از محمد دیده به خدا نزدیکتر و مقربتر کسی نیست. وقتی که مرد سینه او را شکاف، دیگر کسی نمیتواند از مرد خلاصی یابد. حضرت نوح علی نبینا و علیه الصلاة والسلام 950 سال فقط عمر دعوت پیغمبریشان بود. 950 سال. قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما. نوح در بین قوم خود فقط 950 سال عمر خودش دعوت کرد، به سوی خدا اونها را راهنمایی کرد. 950 سال فقط عمر پیغمبریش. بنابر مورخان میگن مجموعه عمر نوح 1125 سال بود. 1125 سال یعنی 11 عصر. وقتی که حضرت بالای بستر مرگ خوابیدند، وقتی که حضرت پاهاشان و دستاشان از کار ماند، سکرات نزدیک شد، فرزندانش که در اطرافش بودند پرسیدند یا اطول الانبیاء عمرا کیف وجدت الدنیا؟ ای دراز عمرترین پیغمبران خدا، ای پیغمبری که از تو دیگر کسی عمری درازتر ندیده است، به ما بگو دنیا را چگونه یافتی؟ عزیزان من توجه کنید، 11 عصر، 1100 سال چگونه یافتی؟ حضرت در جواب گفتند در حالی که آب دیدشان میریخت وجدتها كبيت له بابان دخلت من احدهما و خرجت من الاخر. گفتند دنیا را این عمر طولانی خدا مانند یک خانه دو در یافتم، یک خانه 3 به 4، این طرفش هم دارد و این طرفش هم در. از این در آمدم، الان از این در برآمدم میدانم. 1100 سال ما باشیم به 40 سال و 50 سال عمر خود چی تمناها داریم، چی نقشه ها داریم، چی آرزو و امیدها داریم. یادی مرگ نداریم، یادی قبر نداریم، مانند یک خانه دو در یافتم. از این در آمدم، الان اکنون برآمدم من میدانم. نمیدانم که من در این بین چی دیدم. بنابر ابوالعتاهیه این سخن حضرت نوح به گوشش رسید. از تاریخ خان یک مصر شعر دارد: نوح یا مسکین این کنت تنوح لتموتن و این عمرت ما عمر نوح. ای انسان، ای بیچاره، ای عاجزی در چنگال مرگ، برای مردنت گریه کن، برای روز آخرتت گریه کن، مرگ فراموش نکن، زیرا که قسم به خدا تو حتما روز مرگ را میچشی. اگرچه ممناندی نوح عمری طولانی 1000 ساله هم بینی. اللیل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر.